شنوندگان عزیز، برنامه این هفته با وساطت برگزار میشه. 2 نفر که قبلا تو همین برنامه رفوزه شدن و به اصرار مقام ورزشی آوردیم میخوام با تک‌باده دوباره برشون گردونیم. یکی همین موجی مشنگه که از لابلای وزارت اطلاعات و وزارت خارجه برش آوردیم. یکم این بروجردی رو از تو کمیسیون امنیت مجلس کشیدیم بیرون. شما تحمل کنید، ما تحمل میکنیم. تو همونجا دم در موضوع رو بگو. سوختگی مقام عظما از کجاست؟ مجلس اروپا هفته گذشته قطعنامه‌ای در 23 ماده رو بر ضد جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. خب همه تو نظام افتادن به جلز و ولز دیگه. وزارت امور خارجه، شخصیت‌های مذهبی، نمایندگان مجلس و مقام‌های رسمی حالا سوال اینه که از چی میترسن؟ صدور قطعنامه اخیر گامی است تبلیغاتی برای گشودن پرونده جدید فراروی جمهوری اسلامی ایران. خب تو اسم من نیار، برات زیادیه، ولی این رفیق مشنگ تو معرفی کن که بتونی برنامه رو شروع کنی. جناب آقای علاءالدین بروجردی. او چه خبره؟ سنکوب کردی تو که نه سر پیازی نه ته پیاز. وقتی اینطوری دست و پات بلرزه ببین دیگه بدبخت ولی فقیه چه حال و روزی داری این روزا. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بذار بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که یارو در یخچال رو باز کرد ژله داشت میلرزید، گفتش که نترس بابا اومدم خیار بخورم. البته در بستر مناقشه نیست، ایشون یعنی مقام عظما با خیار یه تفاوتایی دارن. تو هم که خب بیشتر به دنبه میخوری تا ژله. حالا بیا بشین که برنامه رو شروع بکنیم. بروجردی تو دیده زدن تو پک و پوز مقام عظما؟ میفهمی چه آشی براش پختن؟ با این قطعنامه و پشت سرش داستان سنای آمریکا و قبلش اون گزارشگر ویژه و اینا. حالا شما چیکار کردید تو مجلس؟ به عنوان کمیسیون تخصصی طرحی رو طراحی کردیم و اون الزام اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای انگشتنگاری هنگام ورود به کشور ما. این توپ رو هم لحظه اول شوت کنیم تو همون جامعه غربیه که کی؟ نه چای تو با این قاطعیتت تو چاقو هم بشی ها تو دل من یکی نمیری. چون حرف که میزنی معلوم میشه که سلولای مغزت به جای خاکستری قهوه‌ای هن. آخه این بدبخت عظما رو همینطوری دارن میذارن تو پک و پوزش، شما هیچ کاری از تو در نمیاد. یعنی برای قبض برقم نیستین که یه چند نفر از تو بترسن. مرکب فوش و فضیحت به مقام عظما یا سر تا پای نظام خوش نشده. اینا پیغون پسخون میدن که به مذاکرات چپ نگاه نمی‌کنی. چون که بحث شوت و فوتبال رو خودت باز کردی، بهت بگم که این شوت نبود که تو کردی، تو خودت شوت بودی. ناکس کل شماها تو مجلس آفساید که سهله، یه خطای ساده هم نیستین که قد یه کارت زرد ازتون حساب ببرن. بالاخره این نرمش قهرمانانه به تعبیر مقام معظم رهبری اتفاق افتاد. ضایع کردیم با این قاطعیت مشنگی تو. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بذار بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که شوته تو هواپیما رفت تو کابین خلبان تهدید کرد، گفت برو فرانکفورت. خلبانه گفت تو که اسلحه نداری. مشنگی گفت خب رفاقتی برو، حتما با زور بالا سرت باشه. جناب استاد بروجردی، بند 23 این قطعنامه گفته که یه نسخه ای از این هم در اختیار دولت ایران و مجلس ایران قرار بگیره. یک اینی که آیا به دست شما از مجاری دیپلماتیک رسیده یا نه؟ نکته دوم اینی که واکنش مجلس چه خواهد بود؟ من نمیدونم تو گیجه کجایی. پس یه ساعت داریم سر چی بحث میکنیم اینجا. عجب بدبختی گیر کردی. دوباره رفته از اول. مشنگ حکایت همون مشنگ است که رانندگیش ضعیف بود، یادش میرفت دنده چنده، وای میساد دوباره از یک شروع میکرد. تو میدونی شباهتت با کلا چیه؟ نه بفرمایید. هر دو تو باعث سرگرمی ملت میشید. حالا یه سوال بکن که نگن ضایع شدی خرابت کردم. چه شده که پارلمان اروپا میاد یک همچین بیانیه ای رو میده که حتما میدونست که با واکنش تند دولت، مجلس، نهادهای مدنی و سایری مواجه خواهد شد؟ تو این سوال خودت تکی طراحی کردی یا این بروجردی هم کمکت کرد؟
فکر کنم که فهم من در حد نفهمی شماها نیست. مقام عظما و حاجی رفسنجانی 2 تا قطعنامه و یه گزارشگر ویژه رو گذاشتن وسط، چون میدونن از کجا آب میخوره دیگه، دارن همدیگه رو تیکه پاره میکنن. اون وقت این مشنگ فک عظما رو ول کرده چسبیده به کجای قضیه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن، بذار بهادر عرض میکردم، بله میفرمودن که یکی داشت تو اتوبان میرفت، دید یه بچه ترک موتور خوابش برده داره میفته، بابا هم اصلا حواسش نیست، رفت کنارش بوق زد، دید باز نفهمید طرف، آخر رفت جلوشو سرعت رو کم کرد تا طرف وایساد، گفتش که بابا چرا حواست به بچه نیست؟ یارو دو دستی زد تو پس کله خودش، گفتش که اصغر پس داشت کو. سپاسگزارم و تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز. شما میتونید متن مکتوب و تصویری برنامه امشب رو در پایگاه اطلاع رسانی باشگاه خبرنگاران با آدرس yjc.ir ملاحظه بفرمایید. یکی خیلی شاهکار زدی، متنش هم میخوای ببینم ملت؟ ناکس آقا بی خود میگه، از این حرفا نیست، متن و پتن و اینا به کسی نمیدیم، همینجوری هم از سرش زیاده.